یه فیلم دعوایی واسهتون آوردم خفن. پسره یه مبارز حرفه‌ایه که متاسفانه یکی بهتر از اونم وجود داره. دعوت میشه به یه مبارزه زیرزمینی تا بتونه عقده‌هاشو خالی کنه. باز نرین فاز بروسلی جکی جان بگیرین دعوا را بندازین ها، جنبه داشته باشین عزیزای دلم. امروز اومدم با معرفی فیلم Never Back Down، محصول سال 2008. توی فیلم امروزمون یه پسر داریم به اسم جیک که به کمک جیک تیم فوتبالشون توی مسابقه مهمی برنده میشه که وسط بازی یکی از بازیکنهای تیم حریف به بابای جیک که توی حالت رانندگی مست کرده، نه یعنی تو حالت مستی رانندگی کرده و تصادف کرده، تیکه میندازه که سیمای جیک اتصالی میکنه و بازی رو خراب میکنه. این عقده‌ای بازی‌ها چیه؟ بعد مسابقه رفیقش بهش میگه حالا عیب نداره، یکم کتک خوردی دیگه، بیا بریم یه دوری بزنیم روحیت عوض شه. جیک هم میگه برو بابا، من دارم میرم فلوریدا عشق و حال، خیلی از تو خوشم میاد که باهات بیام بیرون. اینا حرفیه ها. خلاصه میره وسایلشو جمع میکنه تا برن شهر جدیدشون. میرسن و جیک داره روز اولشو توی مدرسه جدید تجربه میکنه و حس غریبی میکنه بدون دوست و تک و تنها. الهی بمیرم برات. در ادامه که جیک داره توی مدرسه قدم میزنه میبینه که قلدرای مدرسه یک کیسه بوکس پیدا کردن و مشت و لگد نثار این کیسه بوکس میکنن. میره جلو و میگه یالا خدا قوت، خسته نباشید، ماشاءالله عجب کیسه بوکسی هم دارین. اونا هم میگن این واسه مبارزه است و هنرهای رزمی. در ادامه میبینیم که جیک یه همکلاسی داره به اسم بایا. ماشاءالله ماشاءالله، هرچی هم از جذابیت این خلقت خداوند بگم کم گفتم. خلاصه تو کلاس معلم یه سوال از بایا میپرسه ولی این خانوم تنبل حتی یه کلمه هم بلد نیست و به جاش جیک دستکش طلایی و دستش میکنه و شروع میکنه به جواب دادن سوال. بعد کلاس میبینیم که بایا یقه جیک رو گرفته و میگه که اگه یه بار دیگه سوال جواب منو بدی میشه دوبار. حواستو جمع کن که هیچی دیگه. روز بعد همون کیسه بوکسه میاد پیششو میگه که فیلم دعوا توی زمین فوتبال پخش شده، الان بین بچه‌ها خیلی معروفه و بهش میگن جیک کماندو. تا حالا یه نفر رو ندیده بودم که توی یه روز انقدر کتک بخوره. چی جوری الان زنده ای ناموسن؟ راز موفقیت تو به من بگو کیسه بوکس. بعد تعطیل شدن مدرسه جیک بایا رو دم در مدرسه میبینه و بایا اونو به یه مهمونی دعوت میکنه. میبینین عزیزان من، یه روز رفته مدرسه، هم معروف شده هم رل زده، الان هم میخواد بره مهمونی. اون وقت من بدبخت خدایا. توی مهمونی جیک با پسر معروف مدرسه رایان ملاقات میکنه، چون هم قهرمان MMA هم دوست پسر بایا. این که دوست پسر داره. جیک جان روز اول مدرسه شکست عشقی هم خوردی که قصه نخور، این نشد یکی دیگه، خدا بزرگه. خدای شکرت، فقط شکرت. رایان که متوجه نزدیک شدن جیک به بایا شده اونو به مبارزه دعوت میکنه. اولش میگه بشین بچه جان بشین، با دم شیر بازی نکن. ولی وقتی رایان باباشو مسخره میکنه مبارزه شروع میشه و این بازیکن مشت اولو میزنه. جیک جا خالی میده و یکی میزنه زیر لنگای جیک و لنگای جیک میره هوا و دیگه پایین نمیاد که این مبارزه تموم میشه. مرسی از همه دوستانی که قدم رنجه فرمودن و ما رو توی این مبارزه همراهی کردن. تا مبارزه بعدی خدا نگهدارتون. چقدر وحشتناک بود. جیک با صورت کبود برمیگرده خونه که پشت سرش کیسه بوکس هم راه میفته و میره دنبالش و بهش میگه که من دیگه نمیخوام کیسه بوکس باشم، میخوام کسی باشم که به کیسه بوکس ضربه میزنه. جیک هم میگه میتونه تغییر اسم بده و دستکش بشه. ای والله حرفت حساب بود ناموسن. خیالم راحت شد که الان کلت بعد این همه مشت که بهش خورده هنوزم کار میکنه. در ادامه جیک میره به یه باشگاه مبارزه که توسط استاد جان راکو که
قبلا یه مبارز خیلی معروف بوده آموزش ببینه تا بتونه آبروی از دست رفته‌شو به دست بیاره. اما این باشگاه یه قانون داره، این که بیرون از باشگاه نباید مبارزه کنن وگرنه اخراج میشن. این دیگه چه قانونیه؟ اصلا هدف 99% افراد از باشگاه رفتن دعوای لامصب. مگه دیوونه ایم که بیایم این همه پول شهریه بدیم؟ خلاصه جیک قبول میکنه و آموزش خودشو شروع میکنه. روز بعد جیک میره مدرسه و هیچ توجهی به بایا نمیکنه. بایا میخواد ازش عذرخواهی کنه ولی آبروی از دست رفته جیک با معذرت خواهی حل نمیشه. باید یه کار دیگه کرد. خودتون بگیرین دیگه، من نمیگم. جیک که اعصاب درست حسابی نداره توی راه برگشت با چند نفر درگیر میشه و خدا رو شکر تمام عقده‌های خودش رو روی این بدبختا خالی میکنه که فیلمش توی فضای مجازی پخش میشه و وقتی که رایان این فیلمو میبینه جیک رو توی دستشویی مدرسه گیر میندازه، خوب کتکش میزنه و اونو به یه مبارزه زیرزمینی دعوت میکنه. این همه آدمو میزنی زورت به همین هویج نمیرسه، خاک دو عالم تو سرت، به قرآن میگم. توی سکانس بعد میبینیم که استاد راکوف فیلم دعوای جیک رو دیده و اونو از کلاسش اخراج میکنه. از اونجایی که خون جیک بد جوری روی رایان میجوشه و میخواد دهنش رو سرویس کنه، شب که میشه دوباره برمیگرده به باشگاه و داستان تصادف پدرش رو برای استاد راکو تعریف میکنه و میگه نگاه کن خو اینا منو مسخره میکنن، این رایان هویج دوباره منو زده، آبروم رفته، من مامانمو میخوام. استاد راکو هم میگه خب بابا گریه نکن، فردا بیا باشگاه تا بهت یاد بدم دعوا کنی، خاک تو سر. تو ادامه جیک که تونسته مخ استاد راکو رو بزنه که پشتش گرم شده میپره میره پیش بایا و میگه ببخشید من بهت بی‌توجهی کردم و احساساتمو بهت نگفتم و دوباره باش وارد رابطه میشه. توی سکانس بعد کیسه بوکس یه پیام دریافت میکنه و تاریخ مبارزه رو مشخص میکنه. جیک دوست نداره که پای کیسه بوکس تو این راه باز شه و نمیخواد کاری که رایان میخواد رو انجام بده و اینجا هم که رایان کیسه بوکس رو به یه بهونه‌ای میارتش یه جایی تا میتونه این بدبخت رو میزنه. بعدم میزنه ای خدا بزنه به کمر داخل، رحمت نمیاد به این گوگولی. وقتی که جیک دوستشو پاره پوره روی تخت بیمارستان میبینه نظرشو تغییر میده و به این مبارزه زیرزمینی میره، البته به همراه استاد راکو و توی مبارزاتش هم برنده میشه و با اینکه جیک توی یکی از مبارزات مصدوم میشه به بازی نهایی میرسه، ولی قبل بازی رایان به خاطر یه حرکت غیرقانونی از مسابقات حذف میشه و جیک هم دیگه انگیزه‌ای نداره چون دیگه رایان این نیست. خلاصه دست بایا رو میگیره و از اونجا میان بیرون که توی پارکینگ با رایان روبرو میشه و همونجا شروع به زد و خورد میکنن و همونطور که گفتم چون جیک مصدومه اولش خوب کتک میخوره و توی یک لحظه یکی از فنایی که استاد راکو بهش یاد داده بود رو روی رایان پیاده میکنه و رایان رو ناکود میکنه و بالاخره سوزش و خارش جیک کم میشه و امشب میتونه با خیال راحت بخوابه. این فیلم هم تموم شد. نظر خودتون رو راجع به این فیلم بهم بگید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. عشق من این تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.